سلام به همگی. من مصطفی شاه‌امیری هستم از کانال آیتی باز با دوره آموزش مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر یا ICDL. تو بخش 13 هم به ادامه موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همون ICT میپردازیم. در این بخش میخوایم با یکی دیگه از کاربردهای فناوری اطلاعات به نام کار از راه دور یا تلورکینگ آشنا بشیم. تو جلسات گذشته 4 تا از کاربردهای اساسی و اصلی فناوری اطلاعات رو ذکر کردیم که حالا عبارت بودن از تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و امروز هم میخوایم کار از راه دور رو بررسی کنیم و مزایا و معایب و ویژگی‌های اون رو با همدیگه ببینیم. کار از راه دور یا تلورکینگ یا تلکامیوتینگ هم بهش میگن. خب اولین سوالی که تو ذهنمون به وجود میاد که تلکامیوتینگ یا همون تلورکینگ یا کار از راه دور یا دورکاری چیه؟ تلکامیوتینگ به یک شیوه فعالیت از راه دور گفته میشه که به شما این امکان رو میده تا کارها رو از راه دور انجام بدید. دورکاری یا به اصطلاح انگلیسی WFH که مخفف Work for Home هست به معنی کار در خانه است. دورکاری یا همون تلورکینگ به معنای فعالیت کسب و کار خارج از محل کار مثل خونه، کافه، کتابخونه یا هر محلی غیر از محل کار، این رو بهش میگن تلورکینگ. چند تصور غلط برای دورکاری وجود داره. هر کاری تلکامیوتینگ یا تلورکینگ نیست. برخی از مشاغل امکان تلورکینگ رو ندارن و شغلشون این اجازه رو به اونا نمیده، مثل دندونپزشکا، آرایشگرها، مکانیکها، تمام مشاغلی که برای انجام کارشون حتما با حضور فیزیکی داشته باشن. اینا نمیتونن از قابلیت تلورکینگ استفاده بکنن. برخی از مشاغل مخصوصا تو حوزه‌های فروش و بازاریابی، خدمات مشتری، مراقبت‌های بهداشتی، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تو حوزه آموزش و پرورش، اینها مشاغلی هستن که امکان رو دارن که بتونن از راه دور فعالیت‌های خودشون رو انجام بدن. برای مثال یک طراح سایت میتونه کار خودش رو به صورت دورکاری انجام بده بدون اینکه نیاز باشه حضور فیزیکی تو محل کار داشته باشه. تو حوزه آموزش و پرورش به صورت کامل توی یک ویدیو آموزش الکترونیک رو که خودش یکی از کاربردهای اساسی به اصطلاح فناوری اطلاعات بود توضیح دادیم و دیدید محور اصلی توی اون به اصطلاح کاربرد همین دورکاری و از راه دور، فعالیت از راه دور و ارائه خدمات همچنین از راه دور بود. اما برخی فعالیت‌ها که نیاز به انجام اونا تو فضای خارج از محل کار هست هم اشتباهاً جزو دورکاری محسوب میشن. برای مثال تحویل مرسول‌های پستی، اینا بهشون دورکاری نمیگن یا جزو کارهای تلکامیوتینگ نیستن. یا برخی از کسب و کارها نیازمند فعالیت در خارج از شرکت دارن مثل سرکشی به خط تولید و حالا سایر فعالیت‌ها. اینها هم صرفاً به خاطری که از محل کار دور میشن جزو گروه مشاغلی که از دورکاری و ویژگی‌های دورکاری استفاده میکنن نمیتونیم نام بریم و جزو اون دسته قرار نمیگیرن. پس تا اینجا با مفهوم دورکاری آشنا شدین و فهمیدید که منظور از دورکاری چیه و چه مشاغلی میتونن شامل دورکاری یا تلورکینگ بشن و چه مشاغلی نمیتونن. در ادامه بیشتر به معنی و مفهوم دورکاری میپردازیم. اول میخوام در مورد تاریخچه دورکاری صحبت بکنیم، ببینیم اصلا این مفهوم دورکاری یا تلورکینگ از کی به وجود اومد. دورکاری تو سالهای اخیر خیلی محبوبیت پیدا کرده، به طوری که طبق آمار بیش از 37 میلیون نفر در حال حاضر حداقل نصف از زمان کارشون رو توی خونه هستن. و طبق آمار به دست اومده از سال 2005 میزان دورکاری بیش از 100% رشد داشته. به دلیل افزایش شدید محبوبیت، حالا محبوبیت دورکاری، خیلی از مردم در مورد تاریخچه دورکاری تعجب میکنن و فکر میکنن دورکاری یک مقوله‌ای که حالا شاید تاریخچه زیادی نداره و در همین سالهای اخیر به وجود اومده. میتونیم تاریخچه دورکاری رو به 3 قسمت تقسیم کنیم. سالهای اولیه، سالهایی که حالا ظهور دورکاری بوده و بعد از اون شکوفایی دورکاری. خب اولین مرحله یا اولین فازی که دورکاری مطرح شد سال 1972 تا سال 1980. این فاصله یا این موازه رو سالهای اولیه دورکاری مطرح میکنن. اصطلاح دورکاری برای اولین بار تو سال 1972 توسط جک نیلز ابداع شد. در اون زمان نیلز از راه دور برای یک سیستم ارتباطی پیچیده ناسا کار میکرد.
او به مردم گفت که کاری که انجام میده کار از راه دوره و این عبارت این زمان بود که متولد شد. جک نیلز اولین کسی بود که به صورت رسمی تحقیق و اندیشه خودش رو در رابطه با تلورکینگ مطرح کرد. در ادامه و بعد از آقای جک نیلز تو سال 1979 یک نویسنده آمریکایی به نام فرانک شیف اصطلاح مکان انعطاف پذیر رو ابداع کرد و یک مقاله ای رو برای یک ژورنالی به نام واشنگتن پست نوشت که عنوان مقاله بود کار از خانه میتواند بنزین را ذخیره کند. این پست غالباً با شروع عمومیت یافتن ایده دورکاری و منجر شد به اولین کنفرانس در مورد این موضوع که در سال 1980 برگزار شد. این بود بازه اولیه یا همون سالهای اولیه که دورکاری مطرح شد و شکل گرفت. سال 1992 تا 2008 رو میتونیم بازه ظهور دورکاری توی تاریخچه این مفهوم در نظر بگیریم. تو سال 1992 یک پروژه آزمایشی دورکاری بین سازمان ها به وجود اومد. تمام هدف این پروژه رایج کردن استفاده از دورکاری توی سازمان های دولتی توی آمریکا مطرح بود. 2 سال بعد از اون، یعنی تو سال 1994، روز 20 سپتامبر به عنوان روز دورکاری کارمندان نامگذاری شد و این مفهوم شروع به گسترش کرد. در ادامه در سال 1995 یک شبکه رادیویی تحت عنوان ESPN یک پخش رادیویی از یک بازی بیسبال رو با استفاده از یک فناوری که توسط شرکت نوآوری به نام شبکه‌های پیشرو ابداع شده بود، توسط این فناوری اومد این بازی بیسبال رو برای هزاران مشترکش پخش کرد. اگرچه ممکنه بگید که این مربوط به دورکاری نیست و نامربوطه، اما پایه و اساس انقلاب استریم رو مبتنی بر HTTP ایجاد کرد این عملی که این شبکه رادیویی انجام داد و میتونه بگیم تو سالهای بعد این فناوری خیلی کمک کرد به دورکاری برای توسعه پیدا کردن. 1 سال بعد تو سال 1996 دورکاری با هدف افزایش محبوبیت به ویژه در داخل دولت‌ها توسعه پیدا کرد و تو سال 2004 کنگره آمریکای لایحه‌ای رو تصویب کرد مبنی بر تخصیص بودجه به سازمان‌هایی که از این قابلیت دورکاری استفاده می‌کنن و این باعث شد که سازمان‌های فدرال آمریکا تشویق بشن که از این فناوری استفاده بکنن. تو سال 2008 مایکروسافت یک فناوری رو راه اندازی کرد تحت عنوان اسموت استریمینگ که شرکت‌های فناوری تو سراسر دنیا شروع کردن به تمرکز بیشتر روی تکنولوژی استریم یا همون فناوری جریان. بعداً برای همه چیز از استریمینگ مدیا یا رسانه‌های جریان گرفته تا میزبانی پلتفرم‌های جلسات مبتنی بر وب و کلابوریشن زون‌ها یا همون مناطق همکاری برای کارمندان از این فناوری استفاده شد. دوره بعدی که توی تاریخچه دورکاری مطرح هست دوران شکوفایی که از سال 2009 تا 2015 رو شامل میشه. تو سال 2009 دورکاری عملاً شروع به کار کرد. طبق گزارش دفتر مدیریت پرسنل ایالات متحده بیش از 100,000 کارمند فدرال تو اون سال از راه دور کار میکردن. تو سال 2010 دولت قانون افزایش کار از راه دور رو تصویب کرد که به دنبال ایمن‌تر و مؤثرتر کردن کار از راه دور یا همون تلورکینگ رو برای کارمندان فدرال بود. در سال 2012 به نظر می رسید که دورکاری به طور گسترده‌ای پذیرفته شده و مورد توجه همه قرار گرفته تا اینکه ماریسا مایر مدیرعامل یاهو اعلام کرد که این شرکت دیگه اجازه دورکاری رو نخواهد داد، در حالی که بسیاری از کارشناسان فکر می‌کردند که این حرکت ممکنه تأثیر منفی بر دورکاری به طور کلی داشته باشه، ولی اینطوری نشد و امروزه می‌بینیم که خیلی از شرکت‌ها یا خیلی از کشورهای بزرگ دارن از این مقوله استفاده می‌کنن. کار از راه دور علاوه بر ارائه انعطاف‌پذیری بیشتر منجر به بهره‌وری بیشتر برای کارکنان و همچنین هزینه‌های کمتری رو برای کارفرمایان در پی داره که نتایج بهتری هم برای شرکت‌ها و سازمان‌ها هم برای کارمندان ایجاد می‌کنه.
تاریخچه دورکاری خیلی گسترده است و همونطور که گفتیم واضحه که محبوبیت دورکاری با گذشت سالها افزایش پیدا کرده. شرکت‌های بیشتری موقعیت دورکاری رو ارائه می‌کنند و بیش از 37% کارمندان آمریکا اظهار کردند که اگر این گزینه دورکاری تو شرکتشون باشه به احتمال زیاد به صورت تمام وقت حاضرن که به صورت دورکار فعالیت بکنن. با توجه به این موضوع واضحه که ما شاهد ادامه رشد و تغییر دورکاری تو سالهای آینده هم خواهیم بود. دورکاری از طریق فناوری قابل انجامه و اتفاق جدیدی هم نیست و همونطور که گفتیم از سال 1970 به جهان معرفی شد و روز به روز توسعه پیدا کرد. اگه شغل شما واجد شرایط دورکاریه میتونید با بکارگیری فناوری اطلاعات تو هر کجا فعالیت‌های مربوط به محل کار خودتون رو انجام بدید. خب در ادامه بررسی کنیم که نحوه انجام دورکاری چگونه است. طبق تحلیل‌های جهانی بین سالهای 2005 تا 2017 ارتباطات تلفنی توی مشاغل و سازمان‌ها 159% رشد داشته. بر اساس این گزارش 4,700,000 نفر از نیروی کار کشور آمریکا با ارتباطات تلفنی در حال فعالیت به صورت دورکاری هستند. همچنین تو تحقیق دیگه که تو کشور آمریکا انجام شده تو سال 2019 نشون میده که از سال 2005 تا 2018 تعداد کارمندانی که به طور منظم از خونه کار میکنن یا همون به صورت دورکار فعالیت میکنن از سال 2005 تا 2018 173% رشد داشته و 4.7 میلیون کارمند حداقل نصفی از زمان کاری خودشون رو تو خونه کار میکنن به صورت دورکاری. کار از خونه راحت تره و قابل کنترل. البته مزیت‌ها و معایب تلورکینگ همچنین وضعیت دورکاری تو زمان کرونا رو ما تو ادامه بررسی میکنیم، اما به طور کل فناوری این امکان رو فراهم ساخته تا ما بتونیم با استفاده از زیرساخت‌های اون به جای حضور فیزیکی تو محل کار از طریق دورکاری فعالیت‌های خودمون رو انجام بدیم. برخی نحوه انجام کار توی دورکاری رو بر اساس ساعت کار برآورد میکنن، اما نظر تمامی منابع خارجی و افراد متخصص غیر از اینه. به اعتقاد کارشناسا عملکرد افراد مختلف متفاوته. برخی از افراد وظایف خودشون رو سریعتر و برخی کندتر انجام میدن. افراد توی دورکاری سعی میکنن تو کوتاه‌ترین زمان وظایف خودشون رو انجام بدن به دلیل اینکه ساعت انجام کار برای فرد شناور تعریف شده. برآورد ساعت کار توی دورکاری با توجه به خروجی کارا برآورد میشه، اینکه چقدر افراد تونستن وظایف خودشون رو انجام بدن. توی تلورکینگ بیشتر از ساعت کار نحوه انجام کار مهمه. پس این برداشت و تصور اشتباهی که وجود داره و کارفرمایان و مدیران باید تلاش بکنن که دیدگاهشون رو توی بحث تلورکینگ یا کار از راه دور عوض کنن. برای دورکاری نیاز به یک برنامه استراتژیکه. ابتدا باید تصمیم بگیریم که چه برنامه‌ای رو تو ذهن داریم. آیا می‌خوایم تمام وقت دورکار باشیم یا می‌خوایم به صورت پاره وقت دورکاری کنیم و چند ساعت از ساعت کاری هم تو محل کار باشیم، یا اینکه یک روز به صورت کامل در منزل به دورکار باشیم و یک روز هم به صورت کامل تو محل کار باشیم. اینها برنامه‌هایی هستن که ما باید قبل از اینکه تصمیم بگیریم برای دورکاری اونها رو مشخص بکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم. خب در ادامه میخوایم نحوه انجام دورکاری رو توسط کارمند و کارفرما بررسی بکنیم و پارامترهایی که باید توی حالا این دو جایگاه در نظر داشته باشیم، چه به عنوان کارمند چه به عنوان کارفرما، رو ذکر بکنیم. اولین موضوعی که توی بحث دورکاری توسط کارمندان باید رعایت بشه اینه که یک فضای کار اختصاصی باید داشته باشید. بهتره اگه در خانه میخواید کار کنید توی قسمت مشخصی کاراتون رو انجام بدید. برای مثال ممکنه تصمیم بگیرید اتاق خواب اضافه خودتون رو به یک فضای کاری تبدیل بکنید یا بخشی از اتاق رو به فضای کار اختصاص بدید. بهتره وقتی که در حال انجام کار هستید از تماشای تلویزیون خودداری بکنید. اگه تو جلسات ویدیویی زیاد شرکت میکنید بهتره به پشت زمینه فضای کارتون توجه بکنید. دومین موردی که باید کارمندان در نظر بگیرن زمان شروع و پایان، که حتما باید یک زمان شروع و پایان مشخصی رو برای دورکاری داشته باشید. برای انجام فعالیت‌ها و انعطاف‌پذیری
بالا برای انجام کار توی خونه خیلی مهمه که زمان خودتون رو مدیریت بکنید. اگه میخواید از یک ساعت مشخص تا یک ساعت مشخص کار انجام بدید، مثلا از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، اونو به قسمت‌های کوچیک‌تر تبدیل کنید یا اون ساعت رو توی کل روز تقسیم بکنید. برای مثال فعالیت مستمر شما در روز اگه مثلا 8 ساعته، اون 8 ساعت رو میتونید تقسیم بکنید و ساعتی رو به کار اختصاص بدید و ساعتی رو هم استراحت بکنید. اما حتما میانگین ساعت خودتون رو در نظر داشته باشید، زیرا تو بعضی مواقع ممکنه ساعت کاری رو فراموش کنید و زمان زیادی رو به کار اختصاص بدید، یا برعکس اون ممکنه شما تایم زیادی رو به استراحت تخصیص بدید و در طول روز ببینید که اون راندمان و اون ساعتی رو که برای کار باید در نظر میگرفتید رو نذاشتید و تو بلند مدت مشکلاتی رو برای شما حتما به وجود میاره. سومین موردی که توی دورکاری توسط کارمندان باید رعایت بشه پوشش کارمندا هست. اگه تو خیلی از جلسات ویدیویی حضور دارید، بهتره که لباس رسمی بپوشید. در این صورت اگه جلسه غیر منتظره‌ای رخ بده، احساس سرخوردگی نمی کنید و میتونید با اعتماد به نفس و تمرکز کامل به جلسه بپردازید. اما اگه لازم نیست تو جلسات ویدیویی حضور داشته باشید، میتونید لباس راحت بپوشید. چهارمین موضوعی که کارمندان توی موضوع دورکاری باید رعایت بکنن اینه که به دوستان و خانوادهشون اطلاع بدن. تو هنگام دورکاری شما باید به جای محل کار توی خونه بشینید و ما وظیفه داریم کار خودمون رو تو اون ساعت انجام بدیم. به همین دلیل نمیتونیم برای حالا دیدارها و ادای غذایی غیر منتظره حاضر بشیم. وقتی تو خونه کار میکنیم لازمه که موارد مهم رو با دوستانمون و خانواده خودمون در میون بذاریم تا اونا با شناخت نحوه کار ما بتونن برخورد مناسبی رو توی خونه داشته باشن. موضوع پنجم اینه که با مدیر خودتون ارتباط برقرار بکنید. از اونجا که مدیر شما دیگه شما رو تو میز کار خودتون نمیبینه، به روش‌های دیگه نشون بدید که دارید کار انجام میدید حالا و تو ساعت کاری مشغول کار هستید. از روش‌های ارائه شده تو برقراری ارتباط میتونید استفاده بکنید، اطلاعات خودتون رو با مدیرتون به اشتراک بذارید. اما نحوه انجام دورکاری توسط کارفرما ببینیم به چه شکل هست. شرکت‌ها با توجه به نیازهای خودشون ضوابط و قوانین مقرراتی رو برای اشخاصی که میخوان دورکاری انجام بدن در نظر میگیرن تا بتونن از ظرفیت اون افراد استفاده بکنن و اهداف سازمانی خودشون رو پیش ببرن. بنابراین مدیران و مسئولان منابع انسانی یه توافقنامه‌ای رو بین خودشون و اون افرادی که میخوان به اصطلاح دورکاری رو شروع کنن در نظر میگیرن. توی دوره آزمایشی اول باید اون فرد رو به اصطلاح بسنجید، ارزیابی بکنید، ببینید آیا اون شخص مفید و مناسب هست برای فعالیت دورکاری. ارزیابی عملکرد از راه دور تو دوره آموزشی میتونه شامل تعامل منظم از طریق تلفن بین کارفرما و کارمند باشه. یه ابزار دیگه که خیلی میتونه کمک بکنه تو این تعامل ها اتوماسیون و جلسات ویدیویی هست که میتونه فرایند دورکاری رو، پیشرفت کار رو، مشکلاتی که وجود داشته رو مورد بحث قرار بده. تو این راستا برای تحقق بخشیدن دورکاری نیازه که تجهیزات لازم از جمله سخت افزار و نرم افزار رو از طریق سازمان یا منابع انسانی تهیه بکنید و زیرساخت‌های لازم رو جهت تلورکینگ یا همون دورکاری آماده بکنید که حالا تو بخش‌های بعدی به صورت مفصل در مورد تجهیزات مورد نیاز برای دورکاری صحبت می‌کنیم. پس این هم مواردی بود که کارفرما باید در نظر داشته باشه و بستری که باید فراهم بکنه و نظارت‌ها و کنترل‌هایی که باید داشته باشه بر فرایند دورکاری. یکی از موارد مهمی که توی دورکاری نیازه اینه که در ساعات اداری باید افراد در دسترس باشن تا اگه نیاز بود به جلسات ویدیویی یا به اشتراک گذاشتن اطلاعات با سایر همکارات بتونن تو اون ساعات انجام بدن. کسب و کارها موظفن تجهیزات لازم رو مثل حالا کامپیوتر، مودم، نرم افزار و هر چیزی که کارمند نیاز داره برای کار از راه دور رو فراهم بکنن و کارمند هم از اون طرف باید
متعهد باشه که در صورت نیاز شرکت اونها رو برگردونه. همچنین تجهیزات لازم صرفاً برای انجام دادن کارهای شرکت تحویل کارمند داده میشه و کارمند نباید استفاده شخصی بکنه یا اینکه این تجهیزات رو در اختیار خانواده و اشخاص دیگر قرار بده. برای تدوین سیاست و حالا قوانین مؤثر برای کارمندان دورکار، مدیر باید بهترین استراتژی رو انتخاب بکنه که حالا میتونیم برخی از اینا رو نام ببریم. یک مدیر لازم اعتماد به نفس کارمندان رو افزایش بده، چه کارمندان در محیط کار حضوری و چه کارمندانی که به صورت دورکاری دارن انجام میدن. تلورکینگ یا دورکاری تا حد زیادی برای مدیران نگران کننده است به دلیل حواس پرتی کارمندان تو هنگام کار توی حالا محیط خونهشون یا خارج از محل کارشون. شرکت تو جلسات و رویدادهای ویدیویی و صوتی خیلی حائز اهمیته و روحیه تیمی رو توی کارمندا افزایش میده که مدیران باید به این موضوع توجه داشته باشن. استفاده از فناوری‌های ارتباط از راه دور، نرم افزارها و سخت افزارها باعث دسترسی بیشتر به اعضا و افزایش کار گروهی میشه توی موضوع تلورکینگ. یکی از نکات مهمی که تو انجام دورکاری باید در نظر گرفت تهیه زیرساخت‌های لازمه. شما بدون استفاده از زیرساخت‌های لازم نمیتونید بهره‌وری کارمندان رو افزایش بدید. همچنین دورکاری برای کارمندان به یک کابوس تبدیل خواهد شد. پس اینها مواردی بود که یک کارفرما، یک مدیر باید در نظر داشته باشه. در ادامه میخوایم تأثیر بیماری کرونا یا پاندمی کرونا رو توی دورکاری بررسی بکنیم. ویروس کرونا توی چند سال گذشته باعث شد که درآمد صنایع زیادی کاهش پیدا بکنه یا حتی درآمد برخی از صنایع مثل صنایع هواپیمایی، گردشگری متوقف بشه. فشار اقتصادی روی کسب و کارها تو سراسر جهان باعث شد مفهوم دورکاری به عنوان ناجی روزهای سخت به کمک صنایع بیاد تا از این طریق بتونن بخشی از کارها رو انجام بدن. پیش بینی میشد با توجه به سرعت انتقال ویروس کرونا بیش از 5 میلیون شرکت کاهش شدید رشد اقتصادی رو تجربه بکنن. تقریبا نصف بنگاه‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفتن. حالا توی مرکز بیماری کرونا یعنی هنگ کنگ میتونیم بگیم نصف شرکت‌ها تعطیل شدن، در حالی که ایالات متحده، ژاپن و آلمان این درصد 50% 19% شامل شد. شرکت‌های فناوری مثل آمازون، اپل، گوگل، توییتر برخی از کارمندانشون خواستن که به صورت دورکاری فعالیت بکنن. یکی از چالش‌ها برای خیلی از شرکت‌ها این بود که بدون زیرساخت لازم مجبور شدن کارمندای سنتی خودشون رو دورکار بکنن. این خیلی معضل و چالش بزرگی بود، چون دورکاری نیاز به آموزش لازم برای بهره‌وری فردی و تیمی داشت. افرادی که دورکاری رو انتخاب میکنن جدا از شرایط شغلی این روش کار رو میپسندن و تلاش میکنن بالاترین بازدهی رو داشته باشن و سریعتر میتونن خودشون رو با شرایط وفق بدن. به گفته بیل دوین، مهندس حالا قبلی گوگل که حالا از راه دور به عنوان یک مشاور و محقق تو شرکت گوگل کار میکنه، میگه که ارتباطات آنلاین میتونه زمینه ای رو برای امنیت روانی به وجود بیاره. دورکاری برای خیلی از شرکت‌ها تبدیل به معضل شد، چون تو 120 سال گذشته میتونیم بگیم شرکت‌ها وقتشون رو صرف این کرده بودن که افرادی رو تربیت کنن که در محل کار بتونن کار رو انجام بدن و ویروس کرونا باعث شد که این معضل براشون به وجود بیاد. ویروس کرونا نشون داد که راه‌های بهتری برای انجام کارها وجود داره. برخی از مدیران و شرکت‌ها ناباورانه نتایجی رو مشاهده کردن که براشون بسیار جالب بود. افزایش بازدهی کارکنان توی فرایند دورکاری نقطه مثبتی برای مدیران بود و صرفه‌جویی که توی هزینه‌ها و زمان برای کارمندان و همینطور شرکت‌ها و سازمان‌ها همراه داشت. این هم باز نکات مثبتی بود که توی فرایند دورکاری تو دوران کرونا دیده شد. ارتباط نزدیک با خانواده، صرفه‌جویی توی هزینه رفت و آمد از نظر مالی و زمانی، استقلال بیشتر تو انجام کارا باعث شد که بهره‌وری کارمندان توی زمان تلورکینگ یا دورکاری افزایش پیدا بکنه. برخی از شرکت‌های بزرگ مثل توییتر توی چند ماه اول آغاز
ویروس کرونا کارمندا رو تشویق کردن که به صورت دورکاری کار خودشون رو انجام بدن و در نهایت به این نتیجه رسیدن که کارمندا میتونن تا هر زمانی که دوست دارن این فرایند دورکاری رو ادامه بدن. همچنین شرکت‌های بزرگ دیگه‌ای مثل گوگل و آمازون و فیسبوک اعلام کردن که کارمندا میتونن تا سال آینده نیز فرایند دورکاری خودشون رو ادامه بدن. اما این تغییرات باعث شد که دورکاری به یک عادت مثبت تبدیل بشه. تو کشورهای توسعه یافته افرادی که نیاز به حضور فیزیکی ندارن کارهای خودشون رو ترجیح دادن که از طریق دورکاری انجام بدن. تحلیل و بررسی رفتار این افراد نشون داد که دورکاری نه تنها بهره‌وری رو کاهش نمیده بلکه باعث افزایش بهره‌وری میشه. تفکری که شاید سالها طول میکشید تا مدیران رو متقاعد به دورکاری کارمندان بکنه از طریق ویروس کرونا به سرعت باعث شد که مدیران زیادی در سراسر جهان متقاعد بشن که دورکاری میتونه رشد عظیمی رو توی عملکرد و به اصطلاح بهره‌وری کارمندان و سیاست‌های سازمانشون داشته باشه. خب در ادامه ببینیم زیرساخت‌های دورکاری چیه و ما به چه زیرساخت‌هایی نیاز داریم برای اجرای دورکاری. لازمه اولیه برای ارتباط از راه دور دسترسی به اینترنت پرسرعته. یا از طریق تلفن همراه سیستم خودتون رو به اینترنت مجهز بکنید یا از طریق مودم. اطمینان حاصل کنید که تمام فناوری‌های مورد نیاز برای ارتباط تلفنی و ویدیویی رو دارید. علاوه بر کامپیوتر ممکنه نیاز به میکروفون، وبکم برای کنفرانس و تماس‌های ویدیویی داشته باشید. در ادامه میخوایم ابزارهایی که مورد نیاز هست برای دورکاری رو بررسی بکنیم. فناوری‌های مورد استفاده برای مدیریت دورکاری ممکنه بسته به صنعت یا اون کار متفاوت باشه. با این وجود برخی از نرم افزارها هستن که جنبه عمومی دارن و برای بسیاری از شرکت‌ها مفیدند و از اونها میتونن استفاده بکنن برای مدیریت دورکاریشون. یه سری نرم افزارها هستن که ما اینجا ذکر میکنیم که هر کدوم امکانات و قابلیت‌های ویژه‌ای دارن. اولین نرم افزاری که استفاده میشه برای ابزارهای دورکاری جی سویت یا همون اتوماسیون گوگل هست. جی سویت یک پکیج کامل در اختیار شما قرار میده که میتونید بخش‌های پایه شرکت رو مدیریت بکنید، بین اعضا میتونید تعامل ایجاد بکنید. همچنین جی سویت شباهت زیادی به مایکروسافت آفیس داره، با این تفاوت که از طریق جی سویت میتونید به صورت گروهی اطلاعات رو ویرایش بکنید و فضای ابری ذخیره کنید. ابزار جی سویت این امکان رو به شما میده که از ابزارها به صورت آنلاین استفاده بکنید و حتی نیاز نباشه که اونا رو سیستم خودتون نصب بکنید. همچنین میتونید از فضاهای ابری برای ذخیره سازی اطلاعات استفاده بکنید که این امکان رو به شما میده تو هر جایی بتونید اطلاعات رو دسترسی داشته باشید یا به اشتراک بذارید برای سایر اعضای تیم. از طریق ابزارهای موجود توی جی سویت میتونید با بقیه در ارتباط باشید توسط ارتباط صوتی، ارتباط تصویری و نوشتاری. از طریق اتوماسیون گوگل میتونید تمام این ارتباط ها رو داشته باشید. ابزارهایی که توی جی سویت وجود داره و شما میتونید از اونها استفاده بکنید میتونیم جیمیل بگیم. جیمیل یکی از اون ابزارهاست. هنگاوتس یکی از اون ابزارهای جی سویت هست. کلندر، گوگل درایو، گوگل داتس و گوگل فرمز، اینا ابزارهایی هستن که شما میتونید از اونها استفاده بکنید و فرایند دورکاری خودتون رو مدیریت بکنید و با اعضای تیم در تعامل باشید. ابزار بعدی که وجود داره نرم افزار ارتباطی درون سازمانی اسلک هست که این یک نرم افزاری که میتونید هم نسخه وبش رو استفاده بکنید، نسخه دسکتاپ هم داره که بتونید روی کامپیوترتون نصب بکنید و همچنین نسخه موبایل هم داره که میتونید از اون برای مدیریت دورکاری استفاده بکنید. مایکروسافت تیمز هم یک ابزار و یک نرم افزاری که میتونید از اون برای کارهای تیمی استفاده بکنید که تقریبا میشه گفت شبیه اسلک هست و حالا این دوتا رقیب همدیگر هستن توی کارهای تیمی. ابزارهایی که ذکر کردیم جزو روش‌های تخصصی تو زمینه دورکاری هستن، اما اگر امکانات این ابزارها رو نیاز ندارید میتونید از ابزارهای ساده و در دسترس‌تر مثل تلگرام و واتساپ برای ارتباط تصویری، ویدیویی و حتی انتقال فایل استفاده بکنید. برای هر دوی این نرم افزارها نسخه دسکتاپ و موبایل وجود داره، هم تلگرام هم واتساپ.
برای ذخیره‌سازی اطلاعات هم میتونید از فضاهای ابری رایگان مثل گوگل درایو، دراپ باکس یا وان درایو استفاده بکنید که قابلیت سینک شدن با گوشی‌های هوشمند رو دارن و از روش‌های مختلف میتونید همه جا به اطلاعاتتون دسترسی داشته باشید. اگه فضای بیشتری لازم داشتید میتونید از سرویس‌های پولی این اپلیکیشن‌ها استفاده بکنید یا از سرویس‌های بومی ایرانی مثل ابریدو استفاده کنید. توی مدیریت و تبادل اطلاعات به صورت خصوصی امنیت خیلی حائز اهمیته و برای ارتباط امن برای تبادل اطلاعات خصوصی میتونید از فناوری‌هایی که وجود داره بهره مند بشید. مثلا APN یکی از این فناوری هاست. APN مخفف Access Point Name و به معنی نقطه دسترسی یه راهکار نوینیه برای ایجاد شبکه‌های داخلی و امن با دسترسی حالا وایرلس و کابلی که سازمان‌ها میتونن اجزای متحرک و غیر متمرکز خودشون رو به آسونی تو شبکه داخل سازمانیشون تعریف بکنن و به ارتباط و تبادل اطلاعات بین کارمندان، تجهیزات و سرورها تو هر نقطه جغرافیایی بپردازن. دسترسی ریموت به اطلاعات یکی دیگه از امکاناتی هست که توی دورکاری ممکنه نیاز باشه. تو برخی موارد لازمه که به کامپیوتر کارمندا دسترسی داشته باشید به عنوان یک مدیر یا کارفرما و اطلاعات و بخشایی رو به اونا توضیح بدید. میتونید از نرم افزارهای انیدسک یا تیم ویور استفاده بکنید. نرم افزار تیم ویور یک نرم افزار خیلی قوی برای دسترسی ریموت، اما حالا متاسفانه چند سال اخیر توی ایران کار نمیکنه، ولی میتونید به عنوان جایگزین از نرم افزار انیدسک استفاده بکنید. موضوع بعدی که میتونید توی دورکاری و برای تبادل اطلاعات استفاده بکنید موضوع یا مفهوم وبینار هست. یکی دیگه از ابزارهای دورکاری رسیدن به اهداف مشترک و حمایت از همتیمی ها توی فرایند دورکاریه. وبینارها کاربران رو به روشی قدرتمند با مخاطبان خودشون وصل میکنه. اگر شما یه تیم دورکار یا تلورکینگ رو هدایت میکنید باید بیاموزید که چطوری میتونید به صورت مؤثر انتظارات شرکت رو به اشتراک بذارید، گزارش ها رو دریافت و بررسی بکنید و اعتماد به نفس افرادی رو که به صورت مستقیم نمیبینیدشون و دارن به صورت دورکاری فعالیت میکنن بالا ببرید. خب در ادامه یک سری ویژگی هایی که این مفهوم وبینار یا این ابزارها میتونن برای ما داشته باشن رو بررسی میکنیم. وبینارها باعث میشن که افراد و شرکت کننده ها با همدیگه در ارتباط باشن. امکان بحث و گفتگو براشون فراهم میشه. امکان ارسال و دریافت اطلاعات رو توی وبینارها دارن. کنفرانس های چند جهته میتونن داشته باشن. میتونن اشتراک صفحه دسکتاپ خودشون رو داشته باشن، گفتگوی متنی داشته باشن و در انتها نظرسنجی رو به اصطلاح انجام بدن بین تمام کارمندان و کسانی که توی این وبینارها شرکت میکنن. وبینارها همچنین با نام‌های دیگه‌ای مثل رویدادهای وب یا پخش وب، سخنرانی در وب، رویدادهای مجازی، سمینارهای آنلاین با این نام‌ها هم شناخته میشن. بازار وبینار به صورت چشمگیری در حال رشده، زیرا هم باعث صرفه‌جویی توی هزینه میشه، همین که به شرکت کننده ها کمک میکنه تا سریعتر یاد بگیرن، حالا موضوعات رو درک بکنن. وبینارها این امکان رو در اختیار شرکت کننده ها میذاره که برای اونا بسیار جذاب و تو یادگیری به اونا کمک میکنه. مدیریت افراد شرکت و یا تعداد زیادی از شرکت کنندگان مجازی مستلزم به برنامه‌ریزی و هماهنگیه و راه حل‌های وبیناری یک رویکردهای متفاوتی رو برای مدیریت شرکت کننده ها ارائه میده. بنابراین اگه میخواید جلسات آنلاین رو با کارمندان و یا شرکت کننده های مجازی داشته باشید میتونید از چندین ابزار و نرم افزارهای مخصوص وبینار استفاده بکنید. یکی از این ابزارها لایو استرام هست که یک نرم افزار مطرح تو زمینه وبینار هست. لایو استرام تمام امکانات لازم رو برای برگزاری جلسات آنلاین فراهم میکنه و حالا نرم افزارهای دیگه‌ای هم وجود داره که مثلا آدوب کانکت یکی از نرم افزارهای معروف هست تو حوزه وبینار و برگزاری جلسات آنلاین. البته این دوتا نرم افزار لایو استرام و آدوب کانکت نیاز هست که شما هزینه‌اش رو پرداخت بکنید و لایسنسش رو تهیه بکنید، ولی نرم افزارهای رایگانی هم هستن که شما میتونید از اونها استفاده بکنید و همون قابلیت هایی که اون دوتا نرم افزار به ما میدن رو بخش اصلیش رو پوشش میده و میتونید برای
جلساتتون و حالا وبینارها استفاده بکنید. خب تا اینجا نرم افزارها و راهکارهایی رو معرفی کردیم که مدیران میتونن از طریق اون امکانات به بهترین شکل حالا با کارمندانشون از راه دور ارتباط برقرار بکنن، یا استارتاپ ها بتونن از طریق این نرم افزارها بدون حضور فیزیکی با همدیگه در ارتباط باشن. خب حالا که ابزارهای عمومی برای پروژه های تیمی مهیا شده، نیازه که ما بتونیم به مدیریت کارها بپردازیم. برای مدیریت کارها تو شرکت ها عموماً از تخت وایت بورد استفاده میشد که مدیران و مسئولان مربوطه اهداف و روند انجام کارها رو روی اونا می نوشتن و از طریق اون میتونستن به اصطلاح نقشه راه رو داشته باشن. مشکلی که توی این اسناد کاغذی وجود داره پویا نبودن اوناست، چون تو تعریف یک پروژه نیازه که به مرور زمان تغییراتی رو ما ایجاد بکنیم که توسط تخت وایت بورد این تغییرات خیلی جالب به نظر نمیرسه. همچنین تخت وایت بورد تنها نشون دهنده طرح ماست و نمیتونه تغییرات و یا اعلاناتی رو تو زمانه مشخص به ما ارائه بده. بنابراین نیاز به که نرم افزارهایی داریم که بتونیم نقشه راه پروژه خودمون رو روی اونا قرار بدیم، بخش‌های مختلف رو پیاده سازی کنیم، وظایف هر بخش رو هم تو نرم افزارها مشخص بکنیم و ارتباط تیمی رو با افرادمون ایجاد بکنیم. در نهایت هم بتونیم کارهای انجام شده رو مدیریت بکنیم و بازدهی اونا رو بررسی بکنیم. یکی از بهترین نرم افزارهایی که وجود داره تو بحث مدیریت کارها ترلو هست که حالا در ادامه برخی از ویژگی‌های اون رو میگیم. نرم افزارهای زیادی برای مدیریت کسب و کارها وجود دارن، اما ترلو یکی از بهترین از اوناست. کارکرد ترلو مثل همون مواردی که قبلتر بهش اشاره کردیم، یعنی تو ترلو میتونید تخت وایت بوردایی رو برای پروژه خودتون تعریف کنید که اونا به صورت پویا همیشه جلوی چشمتون هستن. یکی از مهمترین دلایل رشد ترلو میشه گفت پخش شدن ویروسی اون توی سازمان هست، چون از طریق نرم افزار ترلو به راحتی میتونید کارا رو گسترش بدید. ترلو از سال 2011 حالا متولد شد و تاکنون یکی از بهترین نرم افزارهای مدیریت بازدهی و کارا توی سازمان ها و شرکت ها و بین تیم هایی که به صورت دورکاری کار انجام میدن مطرحه. نرم افزار ترلو از 3 بخش اصلی تشکیل شده، شامل بوردها، لیستها و کارتها هست. بورد در واقع همون تخت وایت بورد شماست، با این تفاوت که دیجیتالی شده. بستر مدیریت پروژه ها رو که بیانگر هدف کلی پروژه است همون بورد تعریف میکنن. هر کاربر میتونه برای هر پروژه بوردهای متفاوتی رو ایجاد بکنه یا اینکه کل پروژه خودش رو روی یک بورد مدیریت بکنه. ویژگی بارز بوردها پویا بودن اوناست، به این معنی که همیشه قابلیت تغییر رو دارن. یکی دیگه از قسمت‌های نرم افزار ترلو لیست ها بود. داخل هر بورد لیست های قرار دارن که اون لیست ها همون ستونایی هستن که میتونید وظایف رو توی اون طبقه بندی بکنید. بخش سوم نرم افزار ترلو هم کارت ها است. لیست ها از کارت ها تشکیل شدن و هر کارت وظایفیه که به اعضای تیم تخصیص داده میشه و قابلیت جابجایی بین لیست ها هم وجود داره. یکی دیگه از ویژگی‌های مهم نرم افزار ترلو ادغام اون با فضاهای ابری مثل گوگل درایو و حتی اتصال اون با نرم افزار اسلک. نرم افزار ترلو کاربردهای فوق‌العاده زیادی داره، حتی میشه برای برگزاری مراسم عروسی و مدیریت کارها تو برگزاری مراسمات نیز از اون استفاده بکنید. موضوع بعدی که تو بحث دورکاری باید مورد توجه قرار بگیره بهداشت روانی کارمند است. دورکاریه که روند متداوله که تو بسیاری از صنایع امروز به ویژه خدمات فنی و تجاری مطرح است و مورد استفاده قرار میگیره. اما برای کسایی که به زندگی اداری یا روش معمول کار عادت کردن، تلورکینگ یا همون دورکاری میتونه سلامت روان اونا رو حتی به میزان کمی به خطر بندازه. تو دوران کرونا بسیاری از کارمندان مجبور شدن که محل کارشون رو تغییر بدن و از محل کارشون دور بشن و دورکاری رو تجربه بکنن. به همین دلیل سلامت روان توی این مسئله باید جدی گرفته باشه و مورد بررسی قرار بگیره. تعامل روزانه ما با افراد باعث تقویت احساسی ما و تعلق خاطر توی محل کارمون میشه. تحقیقات نشون داده افرادی که عادت به همزیستی تو جامعه دارن
و به صورت مکرر به کافه ها، رستوران ها و مناطق مختلف و شلوغ میرن، در صورت تنهایی و انزوا ممکنه دچار بیماری های روانی و افسردگی بشن. پس این هم موضوع مهمی هست که باید توی موضوع حالا مفهوم دورکاری در نظر گرفته بشه. در ادامه میخوایم ویژگی افراد دورکار رو بررسی بکنیم و ببینیم افراد دورکار چه ویژگی هایی باید داشته باشن. افرادی که علاقه‌مند به تلورکینگ هستن باید توجه داشته باشن که در صورت نداشتن ویژگی لازم اقدام به دورکاری نکنن، چون افراد دورکار افراد کاملا توانمند و خوداتکا و آگاه به مسائل هستن و میتونن کار خودشون رو به صورت تکی پیش ببرن. وقتی شما تو محل کار حضور ندارید نمیتونید به صورت مکرر به مسئول مربوطه مراجعه بکنید، نمیتونید به صورت مکرر سوالات خودتون رو مطرح بکنید. پس اگر از اون دسته از افرادی هستید که وابسته به محل کار خودتون هستید، شاید دورکاری گزینه مناسبی برای شما نباشه. افرادی مناسب دورکاری هستند که کمتر نیاز به نظارت مستقیم دارن و خودشون اولویت ها رو برای خودشون تعریف میکنن و میتونن مسائل رو مدیریت بکنن. یکی دیگه از ویژگی های شخص دورکار اینه که بتونه بدون درخواست کمک خودش مشکلات خودش رو برطرف بکنه. پس قدم اول اینه که با خودتون صادق باشید و از خودتون بپرسید که آیا همچین توانایی هایی رو دارید یا همچین توانایی هایی رو میخواید یاد بگیرید و یا اینکه شما شخصی هستید که این توانایی ها رو ندارید و کار از راه دور یا تلورکینگ برای شما مناسب نیست. توی دورکاری ما یک سری مراکزی داریم که شما میتونید از اون مراکز استفاده بکنید. مراکز تلورکینگ بهش میگن یا مراکز دورکاری. یه مکانهایی هستن که از دفاتر جدا تشکیل شدن که این امکان رو به کارمندان میدن که به صورت روزانه یا ماهانه اجاره بکنن و امکانات لازم رو برای برگزاری جلسات، کنفرانس‌ها و غیره در اختیارشون میذارن. اینترنت پرسرعت و تلفن در اختیار افراد قرار میدن و این مکان‌ها معمولاً میتونه تو مجاورت محل زندگی شما باشه و شما به جایی که توی خونه کار بکنید فعالیت دورکاری خودتون رو تو این مراکز انجام بدید. خب در ادامه مزایا و معایب دورکاری رو بررسی بکنیم و ببینیم مفهوم دورکاری چه مزایا و معایبی رو به همراه داره. مزایایی که برای دورکاری میتونیم ذکر بکنیم، میتونیم به کاهش نرخ بیکاری اشاره بکنیم، تدارک شرایط اشتغال برای تمام شهروندان رو به اصطلاح میتونیم مطرح بکنیم به عنوان مزایای دورکاری. کاهش مصرف انرژی و کاهش ترافیک از دیگر مزایای دورکاری هست. ایجاد اشتغال برای معلولان، زنان خانه‌دار و سالمندان، این هم از ویژگی دیگه استفاده از دورکاری هست. کاهش مخارج کارمندان که حالا توی بحث رفت و آمد، توی بحث خوراک میتونه مطرح باشه. افزایش رضایت شغلی که دیگه از ویژگی‌های دورکاری هست. صرفه‌جویی در زمان به دلیل همون بحث کاهش رفت و آمدها. امکان گزینش کارکنان کارا از هر نقطه از دنیا ما میتونیم از طریق دورکاری کارمند داشته باشیم. کاهش هزینه‌های اداری از قبیل حالا هزینه ایاب و ذهاب، ساختمان، خدمات و دیگر هزینه‌ها. و یکی دیگر از مزیت‌هایی که برای دورکاری میتونیم ذکر بکنیم مدیریت مبتنی بر کار و نه حضور یا همون موضوع خودنظارتیه. کاهش فشارهای روحی ناشی از محیط کار و تعاملات اجتماعی روزمره یکی دیگر از مزیت‌هایی است که برای دورکاری میشه مطرح کرد. افزایش ارتباطات خانوادگی و بهبود شرایط خانواده هم از دیگر مزایایی است که برای دورکاری میشه ذکر کرد. ولی معایبی هم داره این دورکاری که میتونیم از این معایب به نیاز به ایجاد فضای کاری در منزل به اصطلاح نام ببریم. کاهش ارتباطات شغلی و اجتماعی از دیگر معایب دورکاری هست. کاهش امنیت شغلی میتونه یکی دیگه از معایب دورکاری مطرح بشه. عدم مسیر شغلی مشخص و مطمئن، این هم یکی دیگه از معایب دورکاری است. وابستگی اجرای کار به محدودیت‌های تکنولوژی، نیاز به امنیت اطلاعات و مقابله با تهدیدات شبکه‌ای یکی دیگه از معایبی هست که توی دورکاری مطرح هست. نبود مدیریت متمرکز بر نحوه انجام وظیفه کارکنان به خاطر همون
دورکاری مطرح هست. نیاز به پشتوانه قانونی مناسب و لزوم سواد اطلاعاتی یا همون رایانه‌ای که برای کارکنان نیاز هست برای شروع دورکاری. اینها هم معایبی بود که برای دورکاری میتونیم ذکر بکنیم. و در پایان میتونیم مشاغلی که مناسب هستن برای دورکاری رو بررسی بکنیم. مشاغلی که به شکل فردی قابل هدایت و اجرا باشن، به آموزش، تعلیم و نظارت و بازرسی کمتری نیاز داشته باشن. اینها مشاغلی هستن که مناسب هستن برای دورکاری. به زمان و مکان خاصی وابسته نیستن. نیاز به مواجهه رو در رو با مشتری یا مدیر، نیاز به دسترسی فیزیکی به منابع ثابت و به کارگیری اطلاعات محرمانه ندارن. اینها مشاغلی هستن که میتونن برای دورکاری مورد استفاده قرار بگیرن. مشاغلی که نتایج حاصله به سهولت قابل اندازه‌گیری باشن. اون بحث بهره‌وری و راندمان به اصطلاح کارمندان رو ما بتونیم اندازه‌گیری بکنیم. شغل‌های مرتبط با تفکر و برنامه‌ریزی، شغل‌های مرتبط با خوندن و نوشتن، پردازش لغات و متون، پژوهش، آنالیز، تفسیر داده‌ها و همه اینها که حالا زیر مجموعه شاید مشاغل دیجیتالی قرار بگیرن، اینها مناسب به اصطلاح دورکاری هستن. توی این ویدیو سعی کردیم دورکاری و مفاهیم اون رو باش آشنا بشیم، زیرساخت‌هایی که مورد نیاز بود باش آشنا بشیم و ابزارهایی که میتونه مفید باشه توی موضوع دورکاری رو مطرح کردیم و معرفی کردیم. خوشحال میشم اگر دوست داشتید کانال من رو سابسکرایب کنید و دنبال کنید، ویدیوهای من رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. همچنین اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید که در جهت بهتر کردن کیفیت آموزش ها و کانال باشه، خوشحال میشم که از طریق ارسال کامنت با من در میون بگذارید تا در ویدیوهای بعدی اعمال بشه و بتونم کیفیت بهتری رو به شما ارائه بدم.